توی این ویدیو بهتون یاد میدم چطوری یک جسم رو داخل صحنه خورد کنید. با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من نیما شاعری هستم و با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار افتر افکت در خدمتتونم. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان این کار رو انجام بدید. و اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست، توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که حتما براتون آماده کنم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان، برای انجام این کار کافیه که شما یه عکس PNG یا ویدیو بدون بک‌گراند داشته باشید. بعد از اون لایه‌تون رو داخل یه نیو کامپوزیشن قرار میدین به این شکل. و لایه‌ای که داخل نیو کامپوزیشن گذاشتید کلیک راست میکنید و پری کامپش میکنید روی گزینه اول و اوکی. بعد تو قسمت خالی تایملاین کلیک راست میکنید، نیو، یه دونه سالید ایجاد میکنید. رنگش هم حتما روی سفید قرار بدید. اوکی. لایه سالید رو چشمش رو آف میکنیم و میایم یه ماسک اون ناحیه که میخوایم خورد شدن توش اتفاق بیفته روی جسممون ایجاد میکنیم به این شکل. به این صورت. حالا اگه لایه چشم رو روشن کنم میبینیم که ماسکمون ایجاد شد. خب برمیگردیم داخل اون پریکامپی که ایجاد کردیم. افکت شاتر رو بهش اضافه میکنیم به این صورت. میریم داخل افکت کنترلز، توی زیر لایه شاتر ویو رو میذاریم روی رندر. میریم تو قسمت شیپ، پترن رو یعنی الگوش رو الان به صورت بریکسه، آجوریه، میذاریم روی حالت گلاس یعنی به صورت شیشه. اینجا ذراتش رو تغییر بدیم، من روی 10 میذاریم روی 40 که خیلی خوردتر باشه. و دپتو یعنی عمق این اندازه این تیکه ها رو کمتر میکنیم، از 0.2 میذاریم روی 1 که باریکتر بشه. زیر لایه شیپ رو میبندم، میرم تو قسمت گرادینت. اینجا گرادینت لیر رو میذارم روی وایت سالید، همون سالیدی که ایجاد کردم، و سورسش هم میذارم روی افکس اند ماسکس به این شکل. و شاتر ترشهولد رو میذارم روی 1%. حالا اگر ببینیم تصویرمون رو به این شکل. حالا ما میخوایم اتفاقی که میفته اینه که اینا خورد بشه ولی پایین نره، یعنی جاذبه‌ای وجود نداشته باشه، یعنی رو هوا معلق بمونه. برای انجام این کار میریم تو زیر شاخه فیزیکس و گراویتی رو میذاریم روی 0. ولاسیتی رو هم میذارم روی مثلا 14 و تصویر رو این شکل میشه. بسیار عالی. ذرات روی هوا معلق میشن. حالا برای اینکه افکت ما جذاب تر بشه میام از همین پریکامپ هم یه داپلیکیت میگیرم با استفاده از کنترل دی. میام توی دومیه از قسمت شیپ اینجا تعداد ذرات رو بیشتر میکنم، مثلا به جای 40 میذارم روی 100 که ذرات ریز هم داشته باشم. و میام تو قسمت فیزیکس رندومنس رو از روی 1 میذارم روی 6. این ذرات 100 زیاده، میذارم مثلا روی 70. اینجا مس وریانس رو یه مقدار تغییر میدم، میذارم روی 64 و نتیجهمون به این شکل میشه. اگه دیدیم تعدادش خیلی زیاده میایم اینجا ویسکوزیتی رو میتونیم کم کنیم که اینا زودتر خارج شن. مثلا میذارم روی 2. روتیشن اسپیدم تغییر میدم توی لایه دوم، میذارم روی 4 که اینا بیشتر بچرخن، یعنی با لایه پایینیم تفاوت ایجاد بشه. حالا اگر خواستیم اینا خیلی به صورت پودری در بیاد میتونیم ذرات رو بذاریم روی 200 به این شکل. هر چقدر تعداد ذرات شما بیشتر بشه رندرینگ این لایه سخت‌تر میشه و زمان بیشتری میبره. و مس وریانس هم میزانش رو کم میکنم، خیلی کم شد، روی 30 فکر میکنم مناسب باشه. حالا میام یه بک‌گراند براشون ایجاد میکنم، یه سالید میسازم، اسمش رو میذارم بیج بک‌گراند
مهم نیست چه رنگی باشه، میذارم تو لایه پایین. افکت گرادینت رو اضافه میکنم به این صورت. جا به جا میکنم به نتیجه مناسب تری برسم، مثلا به این شکل. خب حالا میتونم یه لایه تکست هم ایجاد کنم. کوکی. اندازش رو بزرگتر میکنم و رنگش هم تغییر میدم، میذارم روی مشکی. خب این تا اینجاها باید بیاد که بیرون تر نیاد از شیرینی من. میذارمش مثلا روی 80 اندازه رو یا 70. اگرم خواستم این ذرات بزرگتر زودتر خارج بشه، میام لایه رو انتخاب میکنم و ویسکوزیتیشو میذارم مثلا روی 2 دهم به این شکل که دیگه نوشتتون هم کامل خونده بشه و در نهایت نتیجه به این شکلی میشه که میبینید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید.